یکی از اهدافم تو این چند سال اخیر برای درآمدزایی این بوده که تجهیزاتم رو گسترش بدم تا بتونم ویدیوهای بهتری بگیرم. هرچی هم الان جلوتر میره داره این میزان افزایش قیمت بیشتر میشه تا رسید به این هفته‌ای که الان داخلش هستیم و ما مردم تصمیم گرفتیم که اعتراض کنیم و اول از بازاری‌ها شروع شد. بازاری‌ها اومدن یه سریاشون مغازه‌هاشون رو بستن و اعتصاب کردن و اومدن توی خیابون و نه به گرونی و شعارهای خیلی معقولانه و درست و خب فضای اعتراض هم بود و هیچ مشکلی هم از لحاظ قانونی که بخوای بگی مثلا مثل 401 بخواد نیروهای مثلا ضد شورش بیاد و اینها نبود، تا جایی که یه سری تنش‌های عجیب غریب ایجاد شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یک مغازه‌داری نمیخواست مغازه‌شو ببنده، خب اعتراض مردمی حقش بود مغازه‌شو نبنده. یک سری افراد حمله ور شدن که نه تو باید مغازه‌تو ببندی، اگه نبندی ما هجوم میبریم و مغازه تو رو به هم میریزیم و تصاویرش هست، سنگ میزنن به یارو، کاغذ میزنن به بنده خدا و خب همینطوری این فضای تنش‌بار بیشتر شد. امروز هم که درش هستیم صبحش دانشگاه ها شروع کردن و دانشجوها شروع کردن به اعتراض که یکی از این دانشجو خود من هستم. ما اعتراض رو شروع کردیم و خیلی معقولانه نه به گرانی اینها یک سری افرادی که حالا اصطلاحا ما میگیم به اینا ماسک زدن، ما به اینا میگیم لیدر، این لیدرها میومدن فضا رو متشنج میکردن و همین باعث میشد که خب تحریک بشن نیروهای ضد شورش، نیروهای ضد شورشی که اینها می اومدن و می گفتن آقا ما با شماییم، ما با مردمیم و هیچ مشکلی با اعتراض شما نداریم، اعتراض شما قانونیه اینها. ولی این لیدرها حتی یه سری از بیرون دانشگاه اومدن داخل دانشگاه و اینها شروع کردن فضا رو متشنج کردن، حمله کردن، نمیدونم سنگ پرت کردن. حتی ماشین اساتید که رد میشد ما میدیدیم با سنگ ماشین اساتید رو میزدن. آقا اصلا اون استاده هم جزء مردم، ما خودمون جزء مردم، اون بسیجی جزء مردم، اون انقلابی جزء مردم، اینها رو یه فضای متشنج ایجاد کردن و ضرب و شتم و اینها که مثلا ما تصاویرشو داریم. برمیگردم باز به مثال بازار که روز دوشنبه بود، خیابون رو بستن، سطل آشغال آتیش زدن. بعد با اینکه خود بازاری ها که حالا ویدیوش هم در اومده احتمالاً دیدین، خود بازاری ها میگن آقا ما اصلا نمیخوایم به هم بریزیم، ما اومدیم اعتراض کنیم، ما اومدیم قانونا اعتراض کنیم، بگیم نه به گرونی اینها. و اونجا یه خانومیه که داره میگه نه بیاید بریزید بیرون، آتیش بزنید فلان اینها. و این لیدرهایی که بین ما مردم هستن، این افرادی که فضا رو میبرن به سمت اغتشاش نه اعتراض، باعث میشه که ما از هدفمون دور بشیم. و خب تو این چند روزی که نتونستن به هدفشون برسن، تو این 2-3 روزی که راه افتاده و اعتراض کردیم، میبینی که قیمت ها اومده پایین، قیمت دلار اومده پایین، قیمت طلا اومده پایین. با اعتراض به نتیجه میرسیم ولی با اغتشاش نه. علاوه بر این که فضای توییتر خیلی فضای جذابی شده، موساد، مریم رجبی اینها توییت زدن که بریزید تو خیابون ما پشتتون هستیم. اینا چه افرادی هستن؟ ما جنگ 12 روزه رو گذروندیم چند ماه پیش و اسرائیل حمله کرد، نه اینکه اهداف نظامی بزنه، نه اینکه مردم نزنه که به ادعای خودشون. تصویر میدان تجریش خیلی دردناک بود و هزاران نفر از مردممون که کشته شدن، زن و بچه. مگه چه گناهی داشتن اونها؟ اینها بیان پشت ما و ما رو از هدفمون دور کنن به سمت اغتشاش. ما اومدیم حقمون اعتراض کنیم، اعتراض کردیم نه به گرونی. شما میایین میگین ما پشتتونیم بریزید تو خیابون اغتشاش کنین. شما کی خیرخواه ما بودین؟ از چه زمانی خیرخواه ما بودین؟ جنگ 12 روزه که همتون پشت اسرائیل در اومدین، مردم عادی رو میزدین، خیابونها به هم ریخته بود. چه افرادی اومدند و
توی جنگ 12 روزه حمایت کردن. مردم تو گروه‌های مختلف از دانشجوها که خب دانشگاه خود ما بودن اومدن شبا گشت میزدن و این لیدرهایی که چون همین لیدرها هستن توی برهه‌های مختلف هستن، 401 جنگ 12 روزه و همین الان دارن ما رو میبرن به سمت اون هدفی که دارن. لیدرها می اومدن توی جنگ 12 روزه پهپاد بلند میکردن، آتیش میزدن، دود الکی بلند میکردن که مردم بترسن، بگن مثلا اینجا خورده اونجا خورده، شهر رو دود گرفته و خبرایی که BBC فارسی و اینترنشنال اینها منتشر میکرد. لیدرهای اینها و نیروهای اینها تو برهه‌های مختلف ما رو از هدفمون دور کردن. اما هر اتفاقی که افتاده، ما خب بحران‌های کمی رو رد نکردیم، هر اتفاقی که افتاده ما با رفتار معقولانه و این انسجام تونستیم ردش کنیم. جنگ 12 روزه چقدر تلاش کردن که همین فضای اغتشاشی که در 401 ایجاد شد رو دوباره ایجاد کنن، نتونستن. ما همه مال یه آب و خاکیم، مال یه سرزمینیم، پای سرزمین اون میمونیم و با جان و مالمون از این سرزمین دفاع خواهیم که نمیذاریم دست بیگانه وارد این سرزمین شه و تجاوز به این سرزمین بکنه. خیلی هوشمندانه رفتار کنید. هر عکسی که، هر فیلمی که منتشر میشه شما هوشمندانه بهش نگاه کنید. هوش مصنوعی الان خیلی منتشر شده، خیلی به قولی دوره تجلیش. شما میاین و هر عکسی، هر ویدیو دیدین به خود هوش مصنوعی میدین، میگین آقا این آیا هوش مصنوعی ساختگی AI؟ اون خودش بهتون میگه خیلی از تصاویری که الان ترند شده و بله احساس مردم رو برمیانگیزن، کارگردانی شده، تصویر میسازن، فیلم میسازن. شما اینها رو معقولانه بهش نگاه کنید، ببینید کدومش واقعیه کدومش غیر واقعیه و کاملا معقولانه رفتار کنید تا این تجاوز و این حمله‌ای که میخوان به ما بکنن به ثمر نرسه و ما به هدف اصلیمون که اعتراض و بهبود وضعیت اقتصادی بیشتر نزدیک. میدونستم که وقتی را بیفته کارت، من با قلبم تو ته زباله دونم.